با من تماس کشیده میگه برادر شوهرم امروز مرا لطکوب کرده، شوهرم تماشا میکرد. ای وای به حال تو ای جوان، تو چگونه شوهر هستی؟ تو این دختر مردم، دختری که به سختی ها بزرگ شده، آیا این را به دست تو داده باید برادر تو را لطکوب کنه، پدر تو لطکوب کنه؟ چه حقی دارد خسر و خشوع که عروس خود را لطکوب بکنه؟ در کجای دین گفته افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض؟ بعض قرآن را قبول داریم، بعضش قبول نداریم. شاید بگوییم که مولوی صاحب تو چی میگی؟ عروس ما باید لطکوب نکنیم؟ نه عزیز من، حق نداریم. هیچ خسر و خشوعی حق ندارد دست بلند کنه سر عروس خود. این برای پسر خود گرفتیم، برای پسر حتی مردان هم حق ندارن مگر در بعض موارد ضروری. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود لیس اولئک بخیارکم، بهترین های شما زنان خود را نمیزنن. اونهایی که بهتر نیستن، اونهایی که در راه مستقیم تر نیستن، زنان خود را لطکوب میکنن. انبیا زنان خود را نمیزنن. عزیز من، هیچ مرد که برادرت هست یا خواهرت هست یا پدرت هست یا مادرت هست حق ندارد دست بلند کند به سر زن تو. حتی رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اونهایی که زنهای خود را میزنن بهترین شما نیستند. اونها از صبر چیزی نمیدانند. حتی اگر زن بگوید، فتوای عالمگیری را مطالعه بکنید، اگر زن بگوید که من برای شوهر خود نان پخته نمی کنم، در فتوای عالمگیری می آورد که برود شوهر از بازار برای خود غذای تهیه بیاورد. الله جل مجدود در قرآن چی میگه؟ شما زن بگیرین لتسکنوا الیها، تا در کنار زنانتون به آرامش برسید، در کنار زنانتون آرام شوید. ولی ما زن میگیریم، زن رو وسیله پخت و پس قرار دادیم. تمام، حتی در شما بروید در کوهستان، تمام کار شاقه‌ای که هست به سر زنان میکنن. درو را باید زن بکنن، قولبه را باید زن بکنن. هست یا نیست؟ با آواز بلند میشنو. حتی زن خشماری میکنن. نیست وظیفه زن این، برادر مسلمان. کار زن این نیست. تمام خانه را نوکری کردن، لباس کل خانه را شستن، این وظیفه زن نیست. تو لباس تو را تنها باید بشوید. اگر یک زن لباس خسر و خشوع خود را میشوید، خوشا به سعادتش بهترین زن است، اما حق واجبش به سرش نیست. میگی این عروس به درد ما نخورد، کار یاد نداره. خب ما خانه ها را خود ما برهم زدیم، ما محبت های خانه را خود ما شکستانیم. تمام صبح این زن کار میکند و میکند و میکند، تو آخر روز ما از بازار آمدیم، دخترای آرایش کرده در بازار دیدیم. وقتی میاییم این زن بیچاره لباس مندرس و کهنه در تنش، تمام روز هم کار کرده، خسته و مانده هست. میگیم قواری از این سیکت، سر صورت از این سیکت. یک کمی باید فکر کرد. من خیلی ساده تر میگویم که قضیه ها همین گونه است، مشکلات همین گونه است. عزیز من، ما زود قضاوت میکنیم، زود فیصله میکنیم، زود عصبانی میشیم، زود به خشم میاییم، در حالی که نباید. انما النساء شقائق الرجال. یکی از علمای دین میگه زنان از خود شما خلق شدن، از قبرگاه های چپ خود ما شما خلق شدن، از قبرگاه های چپ بالا خیلی کشتر هستن. رسول صلی الله علیه و سلم بگه اگر قبرگاه کج راست بکنی میشکنه، اگر راستش بکنی باز باید طلاقش بدهی، و اگر بگذاری و کج شده میرود، خواهی چی کار بکن؟ با از همون کجیش کار بگیر. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود استوصوا بالنساء خیرا فانهن خلقت من ضلع. زنها از قبرگاه‌های چپ شما خلق شده، از قبرگاه‌های چپ آدم خلق شده. پس اونها کج هستن، اگر بخوای راستشان بکنی میشکنن. یعنی راستیشان علما میگه طلاق است، و اگه به حالشان بگذاری کشتر شده میرون، از کجیشان کار بگیری. هر زنی که در برابر بداخلاقی شوهرش صبر میکند، مادران من خوب بشنون، با گوش باز بشنون، نگویند چقدر صبر کنیم. مادر گرامی، دنیا تمام میشود. مادر گرامی، چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزد. اگر سوزد شب دیگر نمیسوزد. این دنیا زود خاتمه پیدا میکند، ولی سرای آخرت سرای ابدیت است، هیچ وقت پایان نمییابد. اونجا حسن یوسف، اخلاق محمد با آواز بلند صلی الله علیه و سلم به تو عطا میشود. فقط دنیا صبر کن برادر عزیز. اگر تو به آزار و اذیت زن خود صبر کردی، کعب الاحبار میفرماید ثواب تو مثل ثواب حضرت ایوب نبی است.
یک بار خوب بگو الله اکبر. مثل ثواب حضرت ایوب نبی است. بزرگان زیادی بودن. حتی امام محمد غزالی رحمت الله علیه میفرماید یکی از صفت مردان خدا صبر کردن و تحمل کردن در برابر آزار و اذیت زنان است. امروز مرد میگه زن من مثل من باشد. نمیشود برادر، نمیشود. تو مردی، تو صفت خود را داری، زن صفت خود را داره. زن میگه مرد مثل من بشود، نمیشود. اون صفت خود را داره. زن به صفت خودش خلق شده. طراحی وجود زن فرق میکند به طراحی وجود مرد. نباید با قیاس من میخوام زن من مثل من باشد، نمیشود. چرا زن من مثل من دعوتگر نیست؟ نمیشود. چرا زن من مثل من حافظه ندارد؟ فرق میکند. حافظه امام بخاری با زنان فرق میکند. حافظه مردان با زنان فرق میکند. در طول تاریخ ما حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها 2210 حدیث روایت کرده. اما مردان داریم که 7 لک حدیث حفظ داشتن. چقدر؟ 7 لک حدیث حفظ داشتن. فرق میکنه. یعنی الله جل مجدو مردان رو قسم دیگر ساخته، زنان رو قسم دیگر ساخته. باید تحمل بکنیم، از همون سختی ها کار بکنیم و زندگی خود را، بستر خانواده خود را یک بستر با محبت قرار بدیم. و 2 جمله‌ای که رسول صلی الله علیه و سلم در آخرین لحظاتی که از این دنیا میرفت و این دنیا را ودا میکرد، حضرت علی میفرماید رسول صلی الله علیه و سلم زبانش لکنت پیدا کرده بود. در آخرین نمق زندگی 2 جمله گفته. یکی الصلات، امت من نماز، نماز بخوانید. دوم اذیت و آزار ندهین زیر دستان خود را. این 2 جمله رسول صلی الله علیه و سلم از این دنیا رفت، آخرین کلماتی که از زبان پیامبر بیرون شد یکی نماز بود. دیگر آزار و اذیت ندهین. شاید بسیاری ها باشن عالم باشن ولی زنانشان از پیششان راضی نیست. بسیاری ها باشن شاید حاجی باشن ولی آزار و اذیت میرسانن زنان خود را. بسیاری ها شاید نمازی باشن، نمازخوان باشن، تسبیح داشته باشن، صوفی باشن ولی هیچ توجه نمیکنن که زن هم حق دارد یا ندارد. زن هم الله جل مجدو روز قیامت از این زن هم از من میپرسد یا نمیپرسد. باید در برابر سختی ها و تندی ها و زشتی های زن عزیز من تحمل بکنی تا الله رب العزت و الجلال به ما و تو جنت نصیب بگرداند. یک بار خوب آواز بلند بگو الله اکبر. پس دوست گرامی، دوست عزیز، پاداش صبر و تحمل در برابر آزار و اذیت زنان، پاداش صبر و تحمل در برابر اذیت آزار مردان، این انسان را به بهترین جایگاه میرساند. علامه محمد عمر سربازی رحمت الله علیه میفرماید کسی که در برابر زن بد اخلاق خود یا در برابر شوهر بد اخلاق خود صبر میکند، الله جل مجدو روز قیامت فقط به او جنت نصیب میگه. فقط به او جنت نصیب میگه. بزرگت میکنه، قلبت را بزرگ میکنه. این صبر تو را استقامت نصیب میگردونه. در تمام موارد زندگی صبر پیدا میکنه. حتی بزرگان دین وقت خبر میشدن فلانی زن بد اخلاق است، خواستگاری را این میکردن، میگفتن اون زن را من میگیرم. چرا؟ میگفتم چون صبر خود را من امتحان کنم که چقدر صبر میکنم. من صبر خود را امتحان کنم چی اندازه صبر میکنم تا الله جل مجدو به من اجر نصیب بگرداند. وقت پیامبران الهی آزار و اذیت میشدن صبر میکردن، پس ما باید این کار را بکنیم. رسول صلی الله علیه و سلم صبر کرده، باید این کار را من تو بکنیم. عمر فاروق با اون همه غیرت، با اون همه شهامت و مردانگی در برابر آزار و اذیت زنان خود صبر میکردن. این کار را ما باید بکنیم. اگر به آواز بلند از شما میشنوم، اگر امروز آنچه گفته شد، اگر ما این اخلاق را در خانه خود داشته باشیم، تو به ایمان جواب بگو دیگه مشکل در خانه میمانه. اگر زن سخت گرفت تو آسان بکن، اگر تو سخت گرفتی زن آسان بکند، مشکل حل است. حضرت ابودردا فرمود به زنش هر وقتی که من دیدی تندزبانی کردم، توندی کردم، تو نرمی کن. هر وقتی که تو توندی کردی من نرمی میکنم. اگر هر دوی ما سختی کردیم زنجیر باشه هم کندیش میکنیم. امروز وقتی ما عصبانی میشیم هیچ چیز را فکر نمی کنیم. گیلاس میده کو، دروازه را بزن، به سر کلی زن بزن، این خود نمیشه، راه حل نیست. یک جمله دیگر
اگر زن بخواهد که من میخواهم یک حولی جدا زندگی کنم، یک حولی جدا نمیخواهم با پدر و مادرش تو و با خواهر و برادر تو زندگی بکنم، اگر این پدر و مادر تنها نیستن، دیگر فرزندا دارن و این بچه تازه ازدواج کرده، این حق را زن دارد که از شوهر خود مطالبه بکنه. علامه اشرف علی طحانوی کتاب نوشته کرده به نام آیین زن و شوهری، بروین از بازار بخرید. آیین زن و شوهری در اونجا میگه این حق را زن دارد که از شوهر خود مطالبه بکنه، من در خانه زندگی میکنم که کسی دیگر اونجا نباشه.